با درود دوستان، گهگاهی که تو فضای مجازی میبینم این روسوفیل‌های وطنی و جالب اینه که اکثرشون همه دارن تو کشورهای غربی زندگی میکنن و مفتخوری میکنن و میان میگن که آره خارکوف تخلیه شد، فلان شد، وله شد و از این حرفا. این خارکوف، حالا این خیابون خیلی اصلی هم نیست، دارید میبینید این شهر رو، این مردمش، زن بچه همه دارن زندگی و روال عادی خودشون رو دارن و خیلی از این افرادی که میبینید کسایی هستن که شاید اول جنگ رفته بودن کشورهای دیگه ولی الان برگشتن و تو شهر خودشون دارن زندگی میکنن و گفتن که هرگز هم دیگه نخواهیم رفت جایی. من نمیدونم، واقعا در حیرتم از حمق جبلی بالا